اینجا خودش کجا بود؟ ما رو تو قبرستون. نه در صبح دارم ازت فیلم میگیرم. ببین اینجا قبرستونه. ببین یه بلای سرمون میاد. دارم ازت فیلم میگیرم زش میگفتی. بابا ببر خونه دیگه من میتونم. بابا نه از ما پاتوقمون اینجا. سنگینی داره قبرستون. قبرا رو نگاه کن. قبرا رو نگاه کن یه لحظه خودت. باشه نه ترس بابا. دیوانه. نه ترس خره. ما دیگه گاوی دیگه. الان بعد بزنم آشغال عوضی. داداش نکن آقای سعید این چه وضعشه؟ داداش این کتابه شهوالی ها که مگه میشه شهوالی 3 ماه گرفتن. آقا نکن آقا ندی آقا تو رو آقای سعید چیه جنسش؟ آقا گیر بدم از خودم. درود بچه ها، ساشتی هستم. همین از رفتم سوپرمارکت که به شما نشون بدم چقدر مردم هلند حتی تو این روزهای سخت مهربون و دست دلواز هستن. برای همین رفتم کوچه پشتی سوپرمارکت ایستادم و به اولین نفر که دیدم گفتم که میشه خریدشو به من بده و اونم بدون ذره شک قبول کرد و همینطور که میبینین توش کاغذ توالت بره. مهمه ما نباید چیز بکنیم که مثلا آقا من نزدم، الان میتونستم راحت بگم که نزدم. نه من زدم، رفتم، من ببخشیم مسافرت رفتم، قبل عید زدم و چیزی نداری که بگم که من نزدم. سلام برا کفشم داره؟ نه کسخل 5 سال دیگه همین موقع برمیگردم با هم خودکشی میکنی. وای چالی. اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. روی رقص شاغلک زیر بارون چشم دل من میلرزه روزی روزی لولبا. این آره میبینین دوستان من اصلا کاری با هیچی ندارم. شما یه نگاهی همینطوری بندازین به رشته هایی که این دوستان رتبه آوردن، پاستیل سازی نمیدونم فلان. لالای خونی میگه رتبه بداره. Sometimes I look in your eyes, that's where I find love.